خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. به این یک سوالی من جواب دهید. وقتی که قرآن خونده توانی لیکن ترجمه اش را نفهمی، این درست است؟ التماس دوملا با سوال جواب دهید. مرگ از نگاه شریعت درست است؟ اگر کسی مرگ را آرزو و رحمت الله بعد روز قیامت آدم ها در جنت به چی کار مشغول می شوند؟ سوال خدا خواهد روز قیامت انشاءالله خدا خواهد برپا می شود. اینجا یک سوال است که خب درباره روز قیامت استاد گرامی التماس به ما می گفتید آیا عمل از ایمان است یا نه؟ من شدن گوشت خوک و شراب انشاءالله الله سبحانه و تعالی فرصت داد به شما عزیزان در این روز مبارک حج المساکین. البته شما عزیزان تبریک و مبارک باد میگیم. امروز انشاءالله یعنی بهترین روزهای هفته روز جمعه است. یک چند سوال ها در اینجا وجود دارد، حرکت میکنیم انشاءالله به سوال های زیرین شما انشاءالله جواب دهیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مخلص و محترم دوملو، به این یک سوالی من جواب دهید. وقتی که قرآن خونده توانی لیکن ترجمه اش را نفهمی، این درست است؟ التماس دوملا با سوال جواب دهید. خداوند از شما راضی باشد. سوال دادیم انشاءالله، چون که اکثری ما و شما البته زبان عربی نمیدانیم اکثر ما، چون که قرآن انشاءالله عربش میخونیم لیکن معنیش هم ندانیم انشاءالله ثواب میگیریم. یا که بعضی ها قرآن انشاءالله خونده نمیتونن یا که ترجمهش میخونن، ترجمه لفظی تحت لفظی. الحمدلله مفسرها الله سبحانه و تعالی مبارک کند به هر زبان انشاءالله الحمدلله چی امروز قرآن ترجمه شده است به عدد شکر به حساب الحمدلله. همون ترجمه هم خوانند چون که همون معنی همون قرآن است انشاءالله خدا خواهد. البته چی خیر کی باشدم البته با قرآن انشاءالله خدا خواهد چنگ زنین. البته قرآن مکرم، قرآن بهترین کتابی در انشاءالله روی دنیا است. همه شما حرکت کنید انشاءالله خدا خواهد برای خواندن قرآن محبتتون انشاءالله مستحکم بندین. 28 حرف عبارت است، 28 حرف خونی قرآن میخونی. امروز الحمدلله من حکومت منم انشاءالله جناب عالیم امروز امکانیت داده الحمدلله. من چندین خدا خواهد زبانهای عربی درسی دست خدا خواهد. چه معلم ثانیه خوندی البته قرآن خواندن میشه خدا خواهد انشاءالله. البته حرکت کنی. من دینه همیشه با یک کمپیر هم صحبت شدم از حج آمدیم، میگه دوملا جان یک چیز برای ما حسرت که ما قرآن خواندن میتونیم. اکثری خدا خواهد روی دنیا میدیکاشم میگه در دستکاش قرآن تلاوت دارد مونده. حسرت همین شد که افسوس که ما خواندن نمیتونیم. انشاءالله میتونیم اگر شما محبت به چی داشته باشید با قرآن بزرگ داشته باشید. محبت انشاءالله خدا خواهد با الله داشته باشین. قرآن خواندن چی نیست و سالنده اعتبار نیست. من 70 ندرمدم، 80 ندرمدم، 90 ندرمدم. من در شهر اسفره الحمدلله در زمان شوره یک دوملا سعمی میگفتن خدا رحمتش کرگی باشه، عالم بهترین که چندین شاگرد ها انشاءالله خدا خواهد در حتی که سرید نیاز یند خدا خواهد اکثر شاگرداش هستن. همین آدم روایت میکردن که در سین 70 سالگیشون حافظ قرآن شدن الحمدلله. این علمی الله هست. اگر مادام که شما محبت سخت بندین انشاءالله خدا خواهد شما زودتر تیزتر قرآن خون میشه. نه که محبت بند خدا خواهد شد. اگر همین تلفن دا که محبت دارین همین محبت اگر انشاءالله قرآن دا بندین خدا خواهد حافظی قرآن بسیار میشه. لیکن افسوس. خب آیا تمنا و آرزو کردن مرگ از نگاه شریعت درست است؟ اگر کسی مرگ را آرزو کند گناهگار می شود؟ البته یاد کردن مرگ عزیزان من سنت است انشاءالله خدا خواهد. گاه ها چون که یاد کردن مرگ البته مرگ بسیار یاد کنیم، رغبت به آخرت، رغبت به الله، رغبت به محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله زیاد می شود.
لیکن از جهت کسلی، از جهت بیماری، لیکن مرگ عضو کردنش در نزد شریعت انشاءالله گناه هست عزیزان من. پیامبری بزرگوار صلی الله علیه و که کسانی که از سختی یعنی درد یا که از سختی بیماری انشاءالله هرگز چیکار نکنن، انشاءالله مرگ را آرزو نکنن که نزد الله گناهگار میشن انشاءالله. خدا ببینین. ولی همین ما و شما انشاءالله وقتی که یک بیماری کسری فرا میگیره ما و شما را، اکثر امروز خودکشی ها شده است. داریم خودکشی ها اکثرش از سبب درد زایتیش، این که بسیار خواه رفتن مونده ساده، یا که بعضی ها خدا خواهد خودکشی هایی که در مورد نگیم که از پیش دخترها شده است، از پیش مخلوق یک دختر نگیگان میگیرم خودکشی ها. همینم تمنای آرزوی مرگ نمیداره، چون شما آرزو دارین چی آرزو بادا همین نتیه خودم میکشم، یا که همین کار نکنم خودم میکشم. این حلی مسئله نیست عزیزان من. این دختر نگرفتید با دختری دیگه، پوری دختر روزی لحظه دست همه جا. خری بچه نگرفتید یک بچه دیگه چیگه پس یک باره خدا خواه یک مردی گفته، یک باره لباف گفته مردی، یک باره محبت گفته، یک باره خود بکش. کجا یک جوان شنیدم باور میکنید من در دیه های پایان شده از چند کیلومتر بلندی زن بچه و دختر خشه بسته پرتافته مرده برفت. یا باره مردی محبت گفته، لباف گفته. حرام میمری کسی که برای دنیا میمری، خودت میکشی، خودت ظلم میکنی، انشاءالله خدا خواهد حرام میمری. حدیثی پیغمبر است کسی که کدام صورت خودش کشد همون صورت در انشاءالله دوزخ جزا داده میشد. اگر بکار کشی کار دمیتیان تخت کشتن میگیری، اگر ایکو پرتای ایکو میپرتایند، خطا علاو زنی دوزخ نم علاو میزنم. پیامبر اسلام حدیثی صحیح است. از خدا بترس انشاءالله. این خودکشی حلی مسئله نیست انشاءالله. میمری شاشمش نکن، وقت ساعت میشد خودش الله فرصتی دادگی عمرش به یک خرسندی به یک شادی انشاءالله. که از جهت بیماری تمنای آرزو نکن انشاءالله. خدا خواهد همیشه تمنای آرزو نیکن کن. حیات خدا خواهد در پیش، امیدهای دراز که خدا خواهد انشاءالله. خدا خواهد ولی صد نمیدرم حیات خوب میبرم تا که امیدا کتی ناامید نشا. خدا خواهد انشاءالله. این دنیا را الله برای ما و شما نعمت کرده داد. در این دنیا خدا خواهد غنیمت دونسته. خدا خواهد یه روز بیمار شی، یه روز با صحت میشی انشاءالله. خدا خواهد لکل داء دواء، برای هر یک درد الله یک دوا دادگی است. دواش میکابی آخی به یک نمور یک آب است، یک تبلیت که است، یک چیز است. باید که خوب شده برفته حاجت خود کشتن و حاجت خود علاو زدن نیست. الا حرام میمری پیش الله نم گناهگار میشی، تو خدا خود بنده خدا نمیشی، چون که خدا دادگی عمرش نه تو چیکار کردی؟ خدا خود خیانت کردی. یعنی این خدا خواهد جان امانت است، این جان در دست الله است. خدا خواهد انشاءالله این صاحبش الله است. الله که بخواهد حکم میکند عزرائیل میگیره جان تشاشمش نه که خدا خواهد. ولم میمریم، ولم تای خاکم میرویم. برای همین دنیا مزرعه الاخره. پیغمبر فرمود دنیا کسراری آخرت است. در این دنیا 50 سال و 60 سال نه، آخرت خدا خواهد انشاءالله راست کردگی. با سبب طاعت عبادتت در اونجا قصرها بنا میشه، در اونجا باغها میکنن به سبب ذکر کردنت. یعنی در همین دنیا خدا خواهد یعنی باغ ساختگی، در همین دنیا جنت ساختگی انشاءالله با تو فعل عبادت. نه اگر گناهگار باشی دوزخ میسازی، خانه در دوزخ میسازی، ما رو کجدم بنا میکنی، در اونجا عذاب بنا میکنی. عزیزان من از خدا ترسیدم، آرزوی خدا خواهد انشاءالله زندگی را خوبی کردم، طاعت عبادت کرد. دنیا میگه زراعتگاهی کشته، عبادت قیمتی باقی بهشته. همین دنیا نمیکاری، خوبی ها را کار انشاءالله. خدا خواهد این بیماری ها هم اجر دارد، مکافات دارد، خدا گناه تا میبخشد. به تو فعل بیماری صبر کنی اگر طاقت کنی. حضرت ایوب بی 18 سال بالای سنگ نخواه رفت، تمام وجود چکیرم خورد، تمام وجود چه یک بار آرزوی مرگ نکرد کو، تمام وجود چه حتی فقط یک دعا کرد. خداوندا گفت اگر همین زبان و دل من نخیره که از ذکر خودت نمونم. اینا من بالکل همش راضی هستم، با خدا همش گردونده دادش، با تنی صحت و دنیا و مال و همش. برای این صبر میکنی انشاءالله. خدا خواهد بیمار باشم طاقت میکنی انشاءالله. خب
السلام علیکم و رحمت الله. بعد روز قیامت آدم ها در جنت به چی کار مشغول می شوند؟ سوال خدا خواهد روز قیامت انشاءالله خدا خواهد برپا می شود. اینجا یک سوال است که خب درباره روز قیامت هم معلومات دید عزیزان من. البته بعد همون سوال نمیگردیم. البته قیامت انشاءالله خدا خواهد عزیزان من می شود. خداوند در چند جای قرآن حتی یک سوره چی است؟ قیامت است. سوره قیامت درباره انشاءالله دهشت قیامت، یعنی کارهایی که در قیامت می شود الله سبحانه و تعالی برای ما و شما انشاءالله چی است؟ البته انشاءالله خدا خواهد وعده کرده است. خدا قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الساعه آتیه لا شک فیه، یعنی قیامت آمدنی است. در آمدن قیامت یگان شک و شبهه نیست. نگی کشیدن قیامت بجز الله کسی نمیدوند. کسی گوید که فلان سال فلان روز فلان وقت، حالی بعضی منجما برمدین، بعضی انشاءالله بشارت گوها برمدین که فلان سال فلان ساعت کافر می شود، چون که این قیامت کشیدنش بجز الله کسی نمیدوند. معنای قیامت قام یقوم، یعنی قیام مصدر دارد، راست استاده پیش الله نه جواب دادن. انشاءالله خدا خواهد روز قیامت با یک پا راست استاده پیش الله نه جواب میدی. یا نه برار چی عمل هایی که در دنیا کردی، چی خوبی چی بعدی کردی، همش حساب کتاب میشد عزیزان من. از قیامت خدا نگه دارد. دهشت قیامت میتونین شما در سوره قیامت مراجعت کنین. الله سبحانه و تعالی یعنی درباره قیامت انشاءالله چندین آیت ها خدا خواهد انشاءالله یعنی نازل کرده است. برای همین از دهشت قیامت اگر ترسی 5 وقت نماز میخوانی انشاءالله خدا خواهد. اگر از قیامت قائم شدن شرمنده شدنش ترسی گناه نمیکنی انشاءالله خدا خواهد عزیزی خدا. البته می شود قیامت، لیکن این شدنش این ناانیق چیز است، این در دست الله است. خدا که بخواهد همون وقت ساعت چی می شود. حتی پیامبر علیه السلام دونستگی نیست قیامت کشنش، لیکن علامتاش دلالت میکنه به قیامت نزدیک شدنش. البته چندین انشاءالله دلیل یعنی علامت ها دارد. دجال میبرد، یعجوج معجوج میبرد، دابت الارض میبرد، عیسی علیه السلام میفرد عزیزان من. حالی فروری در جزیره های عرب می شود. از 1 کیلو چقدر آدم ها زیاد شدن زن ها. حالی زمانی می شود که عزیزان من یک مرد 50 زن توری می آید. این از نشانی علامت های قیامت است انشاءالله. البته چیزا که می شود آخر عاقبت قیامت برپا می شود، جواب میتین پیش الله نخدا خواهد. در همون قیامت وقتی که حساب کتاب می شود عزیزان این موضوعی وسیع شد است خدا خواهد. یک روزی می شود البته خدا خواهد در این باره قیامت پورا انشاءالله مفصل به شما خدا خواهد یعنی بیان میکنیم، چون که همه چیز خدا خواهد البته به شما رسوندن نکنه، چون که شما آگاه باشین. بلکه انشاءالله از اون دهشت های به خود می آیین، از گناه توبه میکنین، راه حق میگیرین، راه خوب میگیرین. این بسیار مفید است خدا خواهد انشاءالله. وقتی که حساب کتاب میشود جنتی ها به جنت، دوزخی ها به دوزخ، وقتی که ما شما وارد جنت میشین در جنت میدانین در جنت نماز خوندن نیست کن، در جنت روزه گرفتن نیست، عبادت نیست. در جنت فقط راحت کردن است عزیزان من. جنت فقط جای راحت است و خلاص. همه ناز و نعمت الهی در خاندان شما انشاءالله مکمل می شود. هر یک آدم در الله سبحانه و تعالی قصرها بنا میکند که قصرهای پادشاهنشین. و قصرها را یک غشتش از طلا است، یک غشتش از نقره است. بینید خاکش از مشک و عنبر است، سنگهای جنت از مروارید است. قرآن بیان میکند. میتونید سوره الرحمن خدا خواهد برق زنید. برای شما الله مخصوص دخترها را پیدا میکند، دخترها و یا را حور میگن، یعنی مخصوص خدا خواهد برای شما الله سبحانه و تعالی بغیر زنی دنیاگی تو با یک دخترای جنت خدا خواهد میتید که در 1 ساعت میگد 70 رنگ میتید. در روش روت میبینی برادر، روش در روت میبینی. حتی آبی خوردگیش از گلونش گذشتنش میبینی. حتی مغز استخوانی پاش از بالای لباسش میدیده از زیباگیش. بین
در عوض 2 رکعت نماز شما الحمدلله در یک روز که 1 ساعت عبادت میکنین الله سبحانه و تعالی چی مکافات میدونین؟ در جنت این بهترین چیزی است، دیدار الله است. عزیزان من دعا کنین الله سبحانه هر روز در نمازات دعا کنین خداوندا به دیدارت مشرف کن. این بهترین. هر روز جمعه در جنت بازار می شود، میدونین هر روز جمعه بازار می شود. همون بازار نه الله سبحانه و تعالی دیدارش نشون میدهد. همون مردایی که به همون بازار می رفتند از باز زیباییشو از پیشتر باز زیباییش خاندانشو میگشتند. ببینید عزیزان من خداوند این بهترین نعمت در جنت چی است؟ دیدار خودش است. انشاءالله ما چیم که دعا میکنیم که پروردگار با دیدارت ما را مشرف کن انشاءالله، بر رحمت خودت بر انشاءالله خدا خواهد. این بهترین با خدا خواهد دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی پیغمبر برای ما شما در جنت ضیافت میتید، امتایی که خدمت محمد علیه السلام کرد الله ضیافت میتید برای ما شما. ببینید در هر خاندانی ما شما همه ناز و نعمت وجود دارد. سوره محمد نمیگه که خداوند سبحانه و تعالی یعنی داستان جنت میارد، میگه من میگه برای جنتی ها 4 دریا بنا کرده هستم. 4 دریایی که همش در خاندان اهل جنتی ها میرود. یکی دریای خمر، یکی دریای عسل، یکی دریای شیر، یکی دریای آب. عزیزان من که حتی که طعمش دیگه نمیشود، مزهش دیگه نمیشود. خدا خواهد از عسل میگه شیرین تر ای برف خنکتر. عزیزان من چنان انشاءالله برای شما تیار کرده است. همین تمام اهل خاندانی که 8 جنت است همش نه جاری میشود برادر خدا خواهد، همش نه. از این خوردن میگیری. میگه در کتاب دقایق الاخبار مطالعه کردم، در خوردن میگه، در آشامیدن میگه و این زنها جاگه خوابی 100 مرد پهلوان کوچه میدانست. اونجا آسان نمیکنی، اونجا یک کود برم یک کود برم نون یافته بیام زنم بپام نیست. همه شرایطت و انگرای و انارای و کرور سودش پختگی میسته. خیال نکن. حتی بینین یک خوره روایت خواندم، بینین برای ما شما 1 سیب خوردن 7-8 عمل اجرا میکنیم. یا نطوری می از بالاش میکنیش، میفرایی، میشویش، پوستش میکنی، میگزیش، میخوایش، کتش میکنی، بعد شیرینیش درد میکنی. سیب میگد اگر این سیاهی سیب کند، سیب نزد دهنت خودت میومده، همخیل آوش در دهنت ریخته که حتی خویدم برای بندم مهنت نشه میفته. الله بینه خدا میبره وزی 1 سوتکه 1 ساعت نمازی که در 1 روز میخونی خدای تعالی ملیارد ناز و نعمت میتید. همه دخترای جنت که تی مثل دنیاگی جما میکنی میگد، بعد از جما که فارغ شده با دختری باکره میشود. این روز ما یک دختری باکره را در 100 میلیون خریده سانه یا نمی دختری خانه افتاد. در همون مومن بعد از خدا خود فارغ شدی از جما با دختری خانه می شود. بین خدای تعالی ناز و نعمت برای کی داد؟ برای ما و شما مؤمنان خدا جو داد، برای ما و شما مؤمنان خدا ترساس. عزیزان من خب استادی گرامی التماس با ما میگفتید آیا عمل از ایمان است یا نه؟ عزیزان من ایمان عمل یک جای است. اول باید که ما و شما ایمان بیاریم. میدونید ایمان کلمش باوری به کی؟ به یگانگی الله سبحانه و تعالی. یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله گفتیم ما ایمان آوردیم. یکم که نمیاریم لا اله الا الله نیست خدا مگرم یک خدا است. و این چنین ایمان میاریم با پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم. یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله که محمد خبرچی و رسول انشاءالله الله هست که ما شما ایمان میاریم.
ببینید بعد که ایمان که آوردیم درینجا درباره شهادت هم سوا کلمه توحید یعنی پر جواب میدادید. بعد ما و شما شهادت میتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و گواهی میتیم که نیست خدا مگرم یک خدا است و گواهی میتیم که البته محمد یکم بنده عبد بنده خدا است و رسول خدا است و خبرچه خدا است. وقتی که شهادتی که آورده در گردنت بینای اسلام که 5 است فرض میشود. یکم به خدا ایمان آوردیم 5 وقت نماز که فرض میشود. دوم انشاءالله خدا خواهد زکات در یک سال 1 مرتبه. سوم چهارم روزه ماه شریف رمضان در 1 سال 1 ماه و در حیات عمرت که 50-60 سال خدا میتید 1 مرتبه طواف خانه کعبه کردن فرض میشود. عزیزان من وجه عمل نمیدوی کن یکی دنیا عمل نکنی فایدهش نیست. نماز دنیا نخونی خدا اجر دمیتیه نیاز نبراری طوری عمل میکنی انشاءالله خدا خواهد. انسان میگه علمم میگیره به خاطر عمل کردن. من علمم زکات دارد عزیزانی ما. هم علمی که خونده سیکو زکات دارد. علم از زکاتش در کتاب بزرگا گفتیم که عمل کردن به همون علم است. اگر ما شما همون حدیثی که خوندیم یا که یک مسئله که خدا خواهد از این شریعت شنیدیم و خونده شنیدیم عمل کردنش زکات همون علم میشد است. باید که عمل کنین عزیزان من خدا خواهد. یکی دانیو نکنی چی فایدهش نیست. بلکه خدا خواهد شهادت رو آورد یکم 5 وقت نماز در گردن ما شما فرض شد نماز خدا خواهد انشاءالله حرکت میکنیم. نماز خدا خواهد انشاءالله باید برادرها بخونیم انشاءالله. سبب من شدن گوشت خوک و شراب رو میگفتید عزیزان من. البته گوشت خوک به همه معلوم است عزیزان من که حرام بودنش در نقطه نظر شریعت عزیزان من. این بی‌قدرترین پسترین حیوان این خوک است عزیزان من. یعنی خداوند حق سبحانه و تعالی میدانید در 4 جای قرآن 4 چیز خدا خواهد یک جای آوردگی است. من سوره ناموش میگم سوره انعام 145 آیت میتونید مراجعت کنید. سوره نحل 115 آیت. سوره مائده 3 آیت و سوره بقره 176 آیت درباره 4 چیز الله سبحانه و تعالی من کرده است. من یک آیتی سوره بقره میخوانم برای شما تحلیل میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما احل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. صدق الله العظیم. خدا در این آیه کریمه 4 چیز برای ما شما حرام کرده است. یکم چی میگه؟ حرم علیکم المیتة، مال حلال مرده را برای ما شما حرام کرد. عزیزان من شیره آیت میگم همین مالی که میدرایی که در آغلت مرده است به جان است و حرام است عزیزان من و نمیتونین استفاده برش. فقط طبق مسئله های خدا خواهد فقهی فقط بسمیل کردن نکنه که یک بار بسمیل کرده سرش بریده برده خدا خواهد انشاءالله میپرتایش هوای هم خیر میشود انشاءالله. بعضی جا میشنیم که خدا خواهد مال حلال مرده خودش دروغ کشته حلال گفته فروخته است. از خدا بترس انشاءالله. خدا خواهد از الله ترس. از اگر الله نترسی این مال حرام مرده رو میخوری انشاءالله. خدا قد دویم خداوند گفت و دم خونه که وقتی که در ذبح مال کشتن خونه که تا جان برمدن میبراید کو همین خونم حرام است. کسی که اگر جمع کرده و میخورم گویی حرام است. وی برای چی؟ در زیر آیه همین تفسیر مطالعه کردم سر چون که در وقتی ما ذبح میکنیم تمام میکروبا چیزای ضررناکش به واسطه همون خون تا جان برمدن خارج میشده است. برای همین در شریعت حرام کرده است عزیزان من. نخورید چیز خدا خواهد انشاءالله.
خدا نگه دارد انشاءالله. خونم حرام. سیم و لحم الخنزیری، گوشتی خوگم خدا سبحانه و تعالی حرام کرده است. حالا اینکه در زیر تفسیر بودیم که چی و چرا نشیدنش در کار. ببینید چون خدا که حرام گفت ما به یگان سوال و جواب باید قبولش کنیم. تمام این حکم خدا حکمه. این چوه بعضی ها گفتیم که فلان پیستان مفسران گفتن شرط نیست این پاچه کشانی خیلی دمش بالایی های فلانه شرط نیست. گفتیم خدا که حکم کرد تمام، هیچ کس حق نداره اینو حلال کنه. کسی که خوب حلال رو میدانه چی میشد؟ کافر میشود. خدا چیزایی که حلال کرده است حلال، حرام کرده است حرام. عزیزان من از خدا بترسین انشاءالله. خدا خواهد و ما اوحل بهی لغیر الله، کسی که یک مال بغیر از خدا دیگر مخلوق نه. من در دورهای رسول الله برای بوتا برای صنما گفته گوسپند نکشتن، یا که ما شما اگر برای مزار گفته کشیمش، برای بچم گفته کشیمش، برای جورم گفته کشیش و حرام میشه. اون بالم باید که هر خیر هر چیز برای الله باشد. در راه خدا میکشیش دعاش هم میکنیم. دیدین یک بچه در کوچه سوال داد که دامنا جان من یک گوسفند گفتگی هستم برای بای خوجه عارف، آیا در همونجا بکنمش یا در همین؟ ما دو شرط نیست اونجا. خانت نه که برای خدا کنش، اگر برای این من بای عارف کنش بلا زدش و حرام شد و خورده نمیشه. کسی که میخره همش گناهگار میشه. فقط برای خدا کشش انشاءالله. خدا خواهد برای همون حضرت یک دعا که گفتم انشاءالله. خدا خواهد دعا که خدا خواهد جایز است دعا کردم در نقشی ختم باش دعا که گفتم انشاءالله. خدا خواهد الله انشاءالله خدا خواهد راضی میشد از شما عزیزانی من. کدام وقت که چیزای حرام خورده میشده است همین مالی من خدا در دام آیت میگه که فمن استر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی که مجبور شد، مجبور که در یک دشت است در یک بیابان است و اگر نخورد گشنگی میمرد. در همین تفسیر نه که 3 لقمه یعنی حلال مباح میشه برای همون آدمی که خدا خواهد مجبور میشود. همه آدم چیکار میکند؟ از همون گوشتی هوای خورده تا منزلش رسیدنش درسته، لیکن نکنن نزد الله گناهگار میشه. این نبراد مبادا که نیست. خدا خواهد این شد بیا آشیده کروز یک کدام یک بچه میگه من همی خیلی اعتقادم به خدا بلنده که اگر من مرم هم نمیخیرمش. مری جوری مرد میمری تو خدا گفت نزدیک بود. من خدا گفته ستره که مبادا ضرورت شد بخور. یا گفتم که من یک بیماری از چی مانده، بیماری پیدا میشود و این که دکتر میگه که یک قسم از همین چیز استفاده بری شفا میشود. اگر مجبور شوی انشاءالله درد برای پیش گرفتن مباح میشود. این آیت نه خدا خواهد انشاءالله عمل میکنه انشاءالله. ان الله غفور و رحیم. البته خدا مهربانه برای ما شما، غفور و رحیم. خدا خواهد آمرزنده بخشنده، لیکن خودت جبر نکن، خودت ظلم نکن انشاءالله. خدا خواهد من غیر باقی ولا عادین ای حد نگذارم خودم ظلمم نکرده چکار که از همون چیز استفاده بری گناه نیست عزیزانی من. نه که خوب گوش نه یک حدیث میگم انشاءالله من ثلاثتون قد حرم الله علیه جنه، یعنی 3 گروه آدم ها را خدا جنت حرام کرده. 3 گروه آدم ها، یکیش مدمن الخمر، کسی که دائم عرق خورده میگرده و این جنت حرامه عزیزانی من اگر بس نکنه توبه نکنه. دوم عاقل والدین، کسی که از پدر و مادرش عاق میشود، پدر مادرش ناراضی میکنه عزیزانی من ویم جنت برای و حرامه. سوم انشاءالله چی است؟ و دیوس الذی یقیر الخبث فی اهله. همین دیوس اساس در حدیث دیدم انشاءالله عزیزانی من از گوشت خوب میشده است. کسی که گوشت خوب بسیار خوردن گیرد دیوس میشده است. دیوس گفته که رشک به آیلش نمیمونده است. زنش چیکار میکند؟ کجا میرود؟
کی کار میکند یا دخترش کجا میرود کنترلش گم میشده است. همون خوگم دیوسش که همسرش حمایت نمیتونه، تمامی دیگر خوگها کدام ساعت بخوانش تجاوز کردنش میگیرسید. انسان هم همچنان نشده است عزیزان من. ببینید الدیوس گفتن الذی یقیر الخبث فی اهله، کدام انسانه که میدونه زنش همین راه گناه نمیرود. ببینید زنش همین راه گناه یعنی زناگره، زنش اگر خدا خواهد خواب بشنه و خاموشی نه و وای خدا خواهد حیاتش دوام کرد وای دیوس افتیم. همین دیوس ریشش از چی پیدا میشه است؟ از گوشت خوک عزیزان من. بینه خروزه، همین خروزه بی اگر هم 10 تا ماکیون سرش ده 10 تا ماکیون شیفی میکنه، یگان تا خروزی میگونه نمونه نزدیکی کنه 100 تا بیتر نه، 1 تا اسبی نرسرده، 1 تا اسبی نرسرده. خدا خواهد 100 تا زن کرده میگیره، یگان اگر میکشش که یگان زنش نزدیکی نه. همین باید مرد غرور داشته باشد. باید که شما حلال خورین، حلال زندگی کنین، شما غرور کتی میشین انشاءالله. خدا خواهد اگر گوشت خوب خورین دیوس میشین. حال بعضا از رسیا ورده ساده است، ها چوا ها این برای دورگی. اگر باید دورو میشید خلات تاکی آیت نه قسمش نمینیسید که باید دوره گاگا خوردش بسته بنده هم میگفتید خدا من کرده حق نداری تو. خدا خواهد وای بالکل حرامه، وای دوام نیست. خدا پیامبر میگه که خداوند حرام برای شما شفا کرده نیست، حدیث صحیح است. امروز حاجت به خوگو بعضی ها کچک خورده ساده است، کچکم حرام است. خدا بتاست شما زده گم میکرد است، بارا کرتا گم میکرد، رو تقرد میکنی و خدا خواهد تمام وجودش با میکروبه. خوگ بینن یک تا مثالش میارم تو خوگ در ترکیبش یک خدا خواهد میکروبی زنده داشته که 1000 گرادوس نجوشونیش نمیمرده، 1000 گرادوس نه. من از این مالهایی که خدا خواهد گوسفند نگوه به سبب 100 جوشیدن با موندگی میکروباش نمیمونه، مرده میرود، لیکن نمیمرده است. اگر 1000 گرادوس نجوشید وای که در ترکیب دورمد البته انشالله با بیماری ها چی بیماری های خدا خواهد وجود 4-5 وای بود. من قدر وایش نکردم حتی که طبیبا چندی بیماری که وجود می آورده انسان ده همش بیانات کرده خدا خواهد انشالله. برمین از الله هممون انشالله ترسیم. وقتم شده است انشالله با چندین سوالا است. خدا خواهد جمعه دیگر دوام میتیم خدا اگر فرصت یاد انشالله. خدا خواهد برمین عرق هم برادر همین است، عرق هم حرام است عزیزانی من. عرق خداوند در 3 جای قرآن من کرگی است. آخرون سوره مائده 90 آیت نه الله 4 چیز با در یک آیت آورد. از خدا بترس انشاءالله. خدا خواهد یکتش مثال عرق، یکتش انشاءالله قمار بازی نه که خدا نماز خوانی اگر قمار باز باشی نمازت قبول نیست. امروز به تلفن و امروز به دیگر چیزا امروز قمار بازی داشته نماز خوانم. از خدا بترس و یا حرام کنه خدا. کسی که حلال دونش کافر میشه. اگر نماز خون باشی نماز تا قبول نمیکنه. خداوند سیم یعنی فال بینی حرام کرده است. کدام کسی که پیش بخشی میروی گپی باید تصدیق میکنی کافر هستی. سیم چهارمش بود پرستی خدا خواهد. کسی که بود خدا خواهد بجوز الله. این در اینجا 3 سوال بامون خدا خواهد دفعه دیگر پورا کاملا درباره زردوشی و درباره شیعه دیگر سوالا غلطگی است عزیزانی من. بلکه همت ای الله بترس یکم، ای خدا بترس. حلال زندگی که حلال خور حلال مرد. امام حنبلی زن شو صاحبی مذهب هستند. زن شو دائم دختراشو میگفتند که مردک جان مونگش نگیم مرمو کاری کرده حرام نخیر که حرام و اولا بینار. حرام کسی که بدنش تربیه میاد وای در دوزخ عذاب میکشه عزیزانی من. نمازت قبول نیست. من بدنی پاک میدانی فرض است. وقتی که حرامه که خوردی 40 روز بدن ناپاک میشود. نه در عبادت نه به عشق به مسجد میشود، نه عشق به خدا میشود، نه به پیغمبر میشود. انسان قلبش سیاه میکنه. سیاه کی کرد از خدا دور شیدن سر میکنی. نکی کار خدا خواهد. از خدا بده حلال زندگی کن. مرحمت سودا خیلیش بسیار است. بازار برو بشی ناموس نکن خدا خواهد انشاءالله. یا کار بکن. حال اینکه اول جوان هستی بخونی. خوندن یادگی علم یادگیری خدا خواهد انشاءالله. علم خوان خدا خواهد خار نمیشه، زارم نمیشه خدا خواهد. یک تا دیگه اعلان خدا خواهد میگم
امسال مدرسه خدا خواهد چند تا کوه داده است جا. بچه‌هایی که خدا خواهد طلبگار هستند، دخترای طلبگار هستند، میتونین با ما مراجعت کنین. اگر مدرسه میدرمدگی باشه ان شاء الله فرق نداره 23 تا میشه. همین خدا خواهد رنگینی وای خدا خواهد سپاریدن میگیرین ان شاء الله. من مرحمت 3 زبان خدا خواهد وای میشود: انگلیسی، خب معنویات، تاریخ. ای 3 تا چیز خدا خواهد اگزامین داره، ولی پیش مونده 5 ماه 6 ماه دیگه های میتونی خدا خواهد انشاءالله زبانا را آموز. مرحمت خدا خواهد در راه دین خدمت کنه انشاءالله خدا خواهد. اگر دختران باشد، کسانی که دخترش اگر وای باشد میتونه مونده سیرکوی پاسپورت تو یعنی چیزا تو در کار است. ما بوله خدا خواهد قاضیت نمیسپریم و انشاءالله قید کرده میمونیم، حرکت میکنیم، یاردمش کنیم انشاءالله خدا خواهد برای علم آموختن. بمالال خدا خواهد من و در زبان عربی خدا خواهد انشاءالله امروز دانشجوها هستند در چند جای رای و ناظر برپاش دیگه برخواند یاد گیرد انشاءالله زبان انگلیسی یا زبان خدا خواهد تاریخ دیگر آموزن. مرحمت این یک شانس برای اهل اسلام. الله سبحانه و تعالی من جناب عالی خدا مبارک کند، جناب مفتی حضرت خدا خواهد امسال خدا خواهد برای این چیز من ایهازی اعلان داشتند. خدا خواهد با مفتی حضرت نوریدین حاجی را خدا عمرشان زیادت کند، امروز در اسلام عزیز بسیار خدمت دارند، خدا مبارکش کند ان شاء الله. این هم یک شانس بلکه خدا خواهد ان شاء الله با آردم میشود داخل شده مثال در اسلام. ما هم پیر شدیم که خدا خواهد 1 سال 2 سال دیگر عمر داریم نداریم الله میدوند. البته میمیریم هر روز ما خدا خواهد که یک جوانو برویم ان شاء الله خدا خواهد خدمت الله کنین، خدمت خلق کنین خدا خواهد ان شاء الله. ما تا جان داریم حرکت میکنیم، لیکن خدا میداند عمر این امانت است. امروز از سحر است میمیریم میریم، لیکن آینده با دوام دهنده نسل‌های ما و شما خدا خواهد باید که ما و شما قاریای قرآن براید، حافظای قرآن، عالمای زور براید خدا خواهد انشاءالله دین و دنیا را پیش برند انشاءالله خدا خواهد سعادتی دو دنیا نمیرسیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. وقتا این نماز دیگر گون می شود خدا خواهد نماز بامداد با پیش ولی میرا 7 و 15 نماز عصر 35 نماز شام 5 شید نماز خفتن 35 ای طرفی بیگی برفتیم ای طرفی حالی سحری با پیش رفته سیم خدا خواهد چون که ای دهمی دیگر یانور بعد بامدادم میگرده تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشین.